Sabziş mi? Ha? Çıkış mı olsan da bari doğru vaka sabzi yapışın. یک گروه از صاحبکاران بازار گنجرز ناحیه فیض‌آباد میگویند از سبب نبودن خریداران در بازارشان مجبور میشوند فعالیت‌های صاحبکاری خود را قطع نمایند. سبب نبودن خریداران را صاحبکاران بازار گنجرز در آن می‌دانند که خریداران محصولات خوراک‌ها را از بازار احمد شریف که در شفت بازار گنجرز جایگیر است خریداری می‌نمایند. واقعا هم بازار احمد شریف نسبت به بازار گنجرز در چند سال پیش ساخته شده است. ولی صاحبکاران بازار گنجرز میگویند وقتی بازار گنجرز ساخته شد رهبریت حکومت ناحیه فیض‌آباد وعده کردند که از این به پس محصولات خوراک در بازار گنجرز و مصالح ساختمانی و لباسواری در بازار احمد شریف به فروش می رود. ولی حالا صاحبکاران بازار گنجرز میگویند تا حال در بازار احمد شریف محصولات خوراک فروخته می شود که این سببی به بازار آنها نآمدن خریداران و ضرر دیدن آنها می شده است. برای همین خوراکا باید صدفایزه یک جدا باشه. این یکون جای قینی مردم در نخ فروشنده در قینی میافته و نخ خریدار ده. همش میگه یک جا میگیرن میروند. برای همین مردم یک کم میبیاد. اگر که در حالتی که همونجا همه چیز که همونجا گازه ای بازار میبیاد. بازار گومور روز بازار در میگیرن خرید میگیرن بیای کردن میروند. برای همین آدم کم میبیاد. بازار که همه خوراکواری در اون بازار هم که رفته است. اونجا همه یا بازار یک جای شده است. ساختمان هم هست. مواد مثال هر ساخت سوز هم تمام چیز یک جای شده است. همه در همون جا هستند. اینجا یگان کس خریدار نمیاد. حتی بارهای ما در دکان‌ها از مهلتاشون میگذرد، امکانات‌های فروش دیگر مودم نمیماند. ما مجبور میشیم که فعالیتمون رو قطع کنیم. $20,000 میبینه اون خیلی نه میشه نه آدم نیست که مثال Kadar vakit çekti orada? این باید سه سال چی؟ سه سال چی من اونجا میبینه یا بینه چطلا شام اون که بریم میبینم مثال بینم بیان سوشون ما اونجا ما چیز کرده بیاد مثال سه سال چی بنا سالگاه مثال بانک بیفتگیم آلو بودن باید اون شکل آزاد بودن Kadar نه که شنبه هست چقدر شنبه هستن اون مثال اولین خلق همینجا مثال من نکشن و دلوان مثال شب چیز نکنن زحمت کسو نکشن همینجا بیایم مثال همینجا بگیرم دروان مغازه دیتاشو داریم بیرون در ساختیم همه را پول خرج کردیم مشکلی نخواد گایبان با کدوم شگی سوزون برومون وقت میزگرن هر جا پره که من مرد این نه با خود محکمش کردیم سوزون که نشیم محکمش کردیم برو برو حکمتی نه آدم حاضر مراجعت کردیم همش کردیم در پرکتور ده همه جور همین خیلی یگون خلاصه نباشه. یگون خلاصه نیست. هنگام نواربرداری ما در بازار احمد شریف صحنه‌هایی به نظر می رسیدند که غیر قابل قبول بودند. مثلا انا همین لحظه که سبزی با زهرخیمیکات‌ها بر در یک رسته فروخته می شوند. ولی صاحبکاران بازار احمد شریف میگویند طول چند مدتی که آنها در بازار گنجرز به فروش محصولات خوراک مشغول بودند فایده به دست نآوردند. در اونجا آدم نیست که من همین خریدارو نمیروانه که نمیدونم برای چه راه چیز دو بازار در توری نمیگیره که تماما اونجا خریدار هیچ کده نمیره این مرد سودا نمیشه اون بازار داخل آدم نمیره عقلا این آدم دیگه چیکار فقط سودا نشه این مردم بری خرسان میشه کدام اینجا بار میاری بارمون میستم بار پوسیده میبری والا که چند بار ما از زلال کشه میکورا جای فروشنده جوش میاد فروشنده همین اسکروبو نگاه مسکین بود پیاز سبزی کاتشکام کنیم میخرین میارم میفروشم من چون کنم بیا کار یا جو کور نیست که چند بار داو بزرگ چقدر مدت 3 سال 5 سال سودا کردم که او بیت خیرات گیم کردم نشیده همی کوری ما کرد معنی نکرد ما 10 12 گوداک داریم جو میریم کرد این لیمچار کمراسیون اینا شما بچهای باغ میختم میفوره که زندگی کن در حیات اینا میوره بوری ترم میوره نه نگران که جدی میشه میره که ویرا به پلو وردگی نیستیم برادر. همزمان رهبریت بازار گنجرز نیز ادعای صاحبکاران بازارش را دستگیری نموده از مسئولین حکومت ناحیه فیض‌آباد تقاضا دارد که قراری را که حکومت در چند سال پیش نسبت فروختن نشدن محصولات خوراک در بازار احمد شریف برآوردند رعایت نمایند. همه چی خیلی که همه صاحبکاران همه سونیان همه قرضداران همه چی هم 20 مغازین کردن در ناحیه همینجا 2 هکتار 60 سوتیخه که بازاری که 84 سوتیخه همه خلق در اونجا جا گرفتن بازار ما بازار کلانتری ما در جا نمیگیره هیچکی
وقتی جدا گفتن که همین یک بازار شد جدا میکنین ای روی قانون قاعده جدا کنن. در سوال ما نسبت این مسئله مسئولین ناحیه فیض‌آباد میگویند واقعا هم نظارت از بالای به فروش نماندن محصولات خوراکت در بازار احمد شریف بر ذمه نهاد ضد دخل این ناحیه است. یعنی اگر حکومت من میکنه و که سیاسی ناحیه من میکنه نظارتش در ذمه که نظارت کردن مرکز نظارت دادستانی بود نظارت یعنی خودش باید آدمش آدمجا بمونه و برای نظارت کنه که همین وقتی که خودش من میکنه گفت که من است خودش اجرایش همینجا فروش اجرایش هم در ذمه خودش برای چی نظارت نمیکنه کرده این گفتن که نبون با کی با همین 2013 با هم خشم کردیم اونا بر خاطره که هم مردم سوی جای کور شوند مردم خاطر رفته دیده ای چاکینگ جومیا یا هفته ده یا بولا هم مردم برای یا کامجوشونه چی کردن همجا رو همه رو کردن نکنم یه رو دودگی این همش مهلت بیستگی این هم در حالی است که میگویند آنها حقوق ندارند تا صاحبکاران را مجبور نمایند که مال و محصولاتشان را در کدام بازار به فروش گذارند. برای که صاحبکار جلب کنند شرط درست در کنند همین اساسی کار یک شرط درست برای صاحبکار آفریده نکنند که بشینن خیلی دست خود شروع بازو رفت در پیش بخیزه سودا کنه مگذاشتن موش سودا کنه و بکوشید بشینه در هیچ کارمو مجبورم کردن نمیکنه کاشتاش بگه مجبور به خریدارا که تاجر نخر برای جا بخره چی مامورا مجبور میشه خریدارا که یک تاجر نخر که جا ممکن است برای جا بخره اکنون مقصد همین مردم اینه که شما یک قرار بوده که فروشی مثلا فروش مواد خوراک من است این دعواگران دعوای از توش اینه که اگر من کردین بیاین نظارت کنین که نفروش چند کار نظارت کنیم چند سال میرن نظارت کنیم این رئیس میدون قریب 10 سال میره خوب رفت زیاد این باید همه در هر روزه رقابت مسئولی من این باید هر بشینم با موافقه هم دیگر خطی با مسئولیت خطی باید کار کنم دیده این رسانی بزرگ با این رسانی بزرگ چند قیمت این باید با مسئولیت هرش کنم همزمان با باوری رهبریت ناحیه اگر صاحبکاران بازار گنجریز میخواهند صف خریداران را به بازار خود بیشتر نمایند باید محصولات خوراکه را نسبت به بازار احمد شریف کمی هم باشد ارزانتر نمایند در حالی که امروز در هر دهه این ناحیه چندین مغازه‌های خوراکواری فعالیت میکرده است. بگذار اگر یه چی دیگه هسته اگر همین روز اگر همین بازار بهتر باشه نرخ همین بازار نسبت بازار بالا هرچند که مردم توجهش در اونجا زیادتر هسته اگر نرخی پایانتر باشد باور میکنین همین رو شرایط مردم تا همون درجه است اگر 10 درهم ارزان باشه توجه مردم اونجا میره و چی که امروز ما باید محصولات مونه اگر همین یه شکر 5.5 سومون باشه من 5 سومون کنم تمام مردم برای 50 درهم شده اونجا میروند در تمام قشلاق خوب 4 تا 5 تا مغازه خوراکوری پیدا شده تمام نمودی یه خوراکه میگن خیلی برای میوگی میروند دیگه برای خوراکی قند و میوه چیزو مردم بزرگ نمیروند که همه هر یک باید قشلاق خود 4 5 تا مغازه‌ای که هست که همه نمودی خوراک هست تمام نمودی خنفیتر هست نمیره بزرگ فقط برای میوگی برای گوشت میره نه که برای محصولات خنفوشی هم همش دمو بزرگ اگر میگه نقطه در اون بزرگ مثلا شیخ یه ما اینما یک خوجگی مو یگون چیز دیگه بزرگ صبونه روزانه چویا قند نمیخره میوگی میخره یگون ترمز میخره چی میخره نه که مسئول ساختمانی میخره نه که اساسه که خوراکی که مثل روزخوره در هر یک دههای مود 5 6 تا مغازه کلون با گفته مسئولین و حجت‌هایی که آنها پیشنهاد نمودند در رفت چند سنجشی که آنها در بازارهای گنجریز و احمد شریف داشتند معلوم گردیده است که هر دو این بازارها به طلبات بازاری جوابگو نبودند. همزمان با بازار گنجریز و بازار احمد شریف از جانب حکومت آگاهی‌نامه روان گردیده است و اگر در مدت معین شده مشکلی ها برطرف نگردد مسئولین میگویند آنها مجبور میشوند هر دو این بازارها را بندند. این همین پیشنهاد و پیشنهادی معلوماتی که کردن یک بار دیگه گوش میکنیم کدومش که با طلبگو همه این بزرگش جوابگو میکنن همونش اجازه میدیم اگر هر دش کنن هر چی اجازه میدیم یک جای کامل هر چند با طلبگو جوابگو کنن اگر هر چند اجازه میدن هر چند اجازه فروش همه مال محصولات داشته باشه انا را بعد چی میکنی خلاصونه کی چی میفروشه چی نمیفروشه لیکن همه شما راضی هستین که اگر همه محصولات رو اجازه بدین که شما همونجا رو بفروشین همه امکانات دارین همه چیز رو شما فراهم آورده میتونین شوکه ساختمانی بگذار ساختمان بگذار لباس بگذار خوراک
بگذار حتی بگم که جای وای سیخ دوزندگی برای که میدان شما بسیار چه کلانه میتونه شما بچید؟ عوداش برمونده؟ البته میتونیم. واقعا هم صاحبکاران و از هم اساسی خریداران را نمی شود با راه زوری به کدام یک بازار جلب نمود و خریداران و صاحبکاران نیز باید ببینند که از چه بازار محصولات میخرند و در چه بازار به فروش محصولات مشغول کار هستند. اساسش باید تازگی که گروی سلامتیش میگوییم در همه حالت رعایت شود، اگرچه سلامتی بهترین نعمت است برای انسان ها.